السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزتمند و گرامی قدر، امروز هم که خواستم در بیان نعمت فرزند به سمع شما اندک صحبت داشته باشیم. یک دوست عزیز از من خواهش کرده بود که در این باره اندک صحبت کنید تا که بنده اطلاعات پیدا کند. منم خواستم امروز تصمیم گرفتم در این بابت اندک با شما صحبت داشته باشیم. پیش از آغاز صحبت چند مصرع از، اگر خطا نکنم، عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه چی زیبا می فرماید: هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جذبه جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد کام مرد، زنده از فرزند ماند نام مرد. چی به یک عجز به یک دل شکسته مولا جامی این شعرها را می سرورد. به همین خاطر نعمت بزرگم فرزندم که باشد، از الله ما او طلب کنیم عزیزان که فرزندی خوب باشد، فرزندی نیک باشد. در دیگر جا شاعر می فرماید: فرزندی خوب فرزندی نیک باغی پدر، فرزندی بد داغی پدر. یک قصه از جوان میکنن با همراهی زن خود زندگی میکرد. سالهای گذشت فرزنددار نشیدن، همیشه چشماشو پر از اشک بود. روز بر یک مسجد نشسته بود این جوان، یک عالم در روی منبر تفسیر قرآن میکرد، همین سوره نوح تفسیر میکرد. بعدی همین شنیدن همین آیه های کریمه او دویده کنان به خانه خود رفت و به همسر خود توجه کرده گفت: ای جان شیرین، اون مشکلاتی که من تو داریم او را ما راه آسانش پیدا کردم. زن به اشکی دیده به طرف شوهر خود گفت: ای مرد، چی راه آسانش همین است که مرا طلاق میکنی، مرا سر میدی؟ گفت: نه، بلکه الله متعال من شما را گرزد به ذکر کرده است، به استغفار کرده است. بیا دوستان عزیز، آیاتای کریمه که خداوند متعال در سوره نوح، هرچند که سوره نوح هم که باشد، این قصه برای من شما عبرت است. هر قصه را که الله در قرآن به من تو ذکر میکنه، این به من تو دوستان عبرت است. الله متعال در سوره نوح میفرماید: استعیذ بالله فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. حضرت نوح علیه السلام به پیروان خود گفت: شما بگه به سوی استغفار به سوی پروردگار که همون پروردگار شما چیه؟ غفاره، بخشنده و مهربانه. مقصد استغفار به سوی الله بسیار بگه، همون پروردگار شما غفاره. بعدی که استغفار گفته، الله به شما چی میته؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. بعدی که استغفار بسیار که کرده، الله مهربان از آسمان به شما باران رحمت میدهد. اگر این بارانی که به ما و شما امروز میرسد، این هم یک رحمت الله هست. دوستان عزیز، اگر الله باران رحمت چنته، یگام زراعت در روی دنیا سبز نمی شود. این همه نعمت الله هست، این باران که الله این رحمت این باران بر ما و شما میته. ما و شما هم که وقتی استغفار میکنیم، استغفر الله بسیار میگیم، یکم نعمتی که الله به ما و شما میته این باران است. و در دوام آیت الله چی میفرماید در آیه دیگر؟ و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. نگاه که الله متعال با در دوام آیت میگوید که و یمددکم باموال، با الله متعال بعد به شما باران دادن به شما مال میدهد. الله مال شما را، رزق شما را فراوان میکند. الله میگه و بنین، با الله به شما فرزند میدهد. وقتی که شما استغفار بسیار میگوید، الله به شما فرزند میدهد.
با بعد فرزند دادن چی میگوید الله؟ و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. با وقتی که مرگ بالای شما آمد، الله جان شما را که گرفت، شما را به جنت میبرد، آنچنان جنتی که اون نهرها دارد، آبهای دارد که او را سفیدیش ای شیر ده سفیدتر، لذیذیش از عسل ده شیرین تر. عزیزان دل، این چیزی عادی ندانه. به همین خاطر هر انسانی که امروزه الله متعال از نعمت فرزند او را محرومش کرده است، به اخلاص، به نیت نیک، شبانه روزی اگر استغفار بگوید، استغفر الله بسیار بگوید، الله متعال به او هم رزقش زیاد میکند و هم فرزندش میدهد. به همین خاطر چی خوب میشه و هر برادر، هر خواهر که امروزه از این نعمت بزرگی محروم هستند، استغفار برای خود اختیار کنند. همچنین در روایت ها می آید از حسن بصری رحمت الله علیه که یک انسان اومد نزد شکایت کرد از قحطی، از بارانی، یعنی باران نمی بارد، در ما چیکار کنیم؟ حسن بصری رحمت الله علیه با او گفت که استغفار بسیار بگوید، یعنی استغفر الله بسیار بگوید. و یک انسان دیگه اومد گفت، یا حسن گفت ما از کمبغلی شکایت داریم، از ناداری شکایت داریم. با اونم گفت که استغفار بسیار بگوید. و یک انسان دیگه اومد از بفرزندی شکایت کرد. حسن بصری رحمت الله علیه با او هم گفت که چیکار کنه؟ استغفار بسیار بگوید. شاگردانش گفتن یا امام به هر سه اینها یک جواب گفتی. حسن بصری رحمت الله علیه در جواب شاگردان خود این آیه هایی که الان به شما تلاوت کردم به شاگردان خود تلاوت کرد. به همین خاطر عزیزان دل، هر کجا که باشه الله متعال به بعضی ها هم بچه و هم دختر میدهد و به بعضی ها پسر تنها میدهد و به بعضی ها دختر تنها میدهد و به بعضی ها یگان تاش را نمیدهد. به همین خاطر عزیزان دل، یگانه راهی که امروز میکوبه برای این استغفار کردن به سوی الله متعال است. الله متعال همه ما و شما را به استغفار کردن و به این نعمت بزرگ که فرزند است. بسیار برادر و خواهرایی که امروزه اشکی دیده دارند، از به فرزندی رنج میکشند، از الله متعال، از الله که رزاق است، حنان و منان است، طلب دارم که الله متعال همگی را فرزندان صالح و صالحه نصیب روزی بگرداند. آمین.